أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظیم. خدمت همه دوستان و عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه آداب اسلامی خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون آداب مجالس صحبت شد. وقتی محفل باشه، مجلس باشه، نشستن چند نفر در یک مکان باشه، حتما در آنجا گفتگو صورت میگیره بین دو نفر، یا یک نفر با دیگران صحبت داره، یا دو نفر با همدیگر صحبت دارن، یا چند نفر با همدیگر صحبت دارن. پس این صحبت کردن، یا به اصطلاح دیگر این گفتگو، این حوار که بین طرفین صورت میگیره، این از خود آداب داره. آداب گفتگو، آداب حرف زدن. وقتی که از حوار گفته میشه، الله سبحانه و تعالی همه گفتگوهای ما را میشنود. آیه مبارکه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. آن زنی که با شوهر خود گفتگو میکرد و شکایتش را با الله سبحانه و تعالی نمود، الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها صدایش را شنید و این آیه مبارکه را نازل کرد: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. الله هست که میشنود محاوره شما، حوار شما، گفتگوی شما را. ان الله سمیع، الله شنواست، بصیر، بیناست. یعنی حرفهای ما را الله میشنوه و بصیر، مکانی که ما او گفتگو را داریم الله سبحانه و تعالی میبینه. خود قضیه گفتگو، قضیه حوار، قضیه حرف زدن، این از خود آداب داره، چون قضیه گفتگو طبیعت انسان هست. انسان طبیعتاً گفتگو را دوست داره و گفتگو میکنه، حوار داره. هر انسانی با انسان دیگر روبرو بشه با همدیگر حرف میزنن، با همدیگر سلام علیک میکنن، از همدیگر چیزی را پرسان میکنن. این طبیعت انسان هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید: و کان الانسان اکثر شیء جدلا. بس در دنیا هست اکثر انسان ها گفتگو دارن و این گفتگو و بالاخره این حوار بعضی وقت منجر میشه که به عصبانیت و بالاخره به کشمکش ها و زد و خورد ها و اینها. نه تنها در دنیا این قضیه جدل و یا گفتگو هست، بلکه در آخرت هم این انسان شروع میکنه به جدل. الله سبحانه وتعالی اشاره میکنه: یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. اون روز هم آمدینیه که انسان ها شروع میکنن به مجادله و به گفتگو و بالاخره به دفاع از نفس خود و به اینها. پس دانستیم که قضیه گفتگو در بین انسان ها هست
باید تمام مشکلات را به گفتگو حل کرد. مشکلاتی که بین زن و شوهر هست، مشکلاتی که بین یک خانواده هست، مشکلاتی که ما اگر مشکلات فرهنگی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اجتماعی داریم، مشکلات سیاسی حتی داریم، میشود با گفتگو حل کرد. نمیخواهد که زن و شوهر بزنن به سر و صورت همدیگر یا در خانواده چنان دعوا بشه که از همدیگر جدا بشن، در بین دو قوم چنان درگیری بشه که از همدیگر جدا بشن، باعث قتل و کشتار بین اقوام و دوستا و اینها بشه. نه خیر، باور کنید خیلی قضایای جزئی که با گفتگو حل میشد، با گفتگو حل نکردن، زدن بالاخره به قتل و به کشتار و به اینها رسید. به خاطر چی؟ چرا این قضایا و این مشکلات با گفتگو حل نمیشه؟ چون آداب گفتگو رعایت نمیشه. اگر آداب حوار، آداب گفتگو، آداب حرف زدن نسبت به همدیگر رعایت بشه، اکثریت مشکلات امت اسلامی برطرف میشه، اکثریت مشکلات برداشته میشه. از جمله آداب گفتگو اینه که اخلاص در سخن زدن باشه. چرا با هم دیگر حرف میزنیم؟ چرا با هم دیگر می نشینیم؟ چرا با هم دیگر گفتگو می کنیم؟ اگر نشست ما، حرف زدن ما، گفتگوی ما به خاطر الله باشه و در آن اخلاص باشه. ما که میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، وقتی میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همانا نماز من، عبادات من، حیات من، ممات من، همه لله رب العالمین. وقتی به خاطر الله با کسی می نشینی، به خاطر الله با کسی حرف میزنی، اینجا دیگه لازم نیست که ما بیاییم حرفای دیگری را در کنار این گفتگو بکشانیم، مسائل قومیت و مسائل فلان و مسائل فلان و مسائل فلان. پس شرط اول آداب گفتگو اینه که با هر کس سخن میگیم، با مسلمان و غیر مسلمان وقتی روبرو میشیم حرف میزنیم. شما یک کسی که مسلمان نیست او را میخوایم به اسلام دعوت بکنیم، اولین سخنی که آغاز میکنیم سخن به خاطر الله آغاز باید کرد. دوم، سخن گفتن به قدر فهم مخاطب باشه. از جمله آداب سخن گفتن هست. ما وقتی با شخص سخن میگیم میخوایم او را راهنمایی کنیم، یا این که میخوایم به او نشان بدیم که ما فصیح و بلیغ هستیم، ما ادیب هستیم، ما بالاخره چنان سخن میگیم که کس دیگه مثل ما گفته نمیتونه. پس سخن گفتن به اندازه فهم طرف. حوار، گفتگو به خاطر چیه؟ به خاطر رسیدن به یک نتیجه، به خاطر هدایت همدیگر گفتگو میشه، راهنمایی میشه، سخن گفته میشه. پس آداب سخن گفتن اینه که سخن ما به اندازه فهم مخاطب باشه. سوم، سخن نیکو و پسندیده گفته بشه. با شخص وقتی سخن میگیم آغاز سخن ما به اسلوب حسنه، به اسلوب نیک و به روشی باشه که طرف متوجه بشه که این هدف از این گفتگو غرض نداره، مرض نداره، هدفی اینه که به یک نتیجه درست و صحیح برسیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید برای حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام، می فرماید اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. بروید به طرف فرعون، متوجه باشید که او سرکشه. حالا حضرت موسی و هارون میرن که با فرعون گفتگو کنن. فرعونی که الله سبحانه و تعالی میگه انه طغى، او خیلی سرکشه. اما شما چی بگیم؟ فقولا له قولا لینا، با او که رسیدیم سخن نرم بگیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله سبحانه و تعالی دوست خود، محبوبان خود را، پیامبران خود را روان میکنه پیش
بزرگترین دشمن، کسی که انا ربکم الاعلی میگفت، ظالم بود، کافر بود، بالاخره انسان طغا، سرکش بود. الله سبحانه و تعالی میگه با او رسیدیم، با او سخن نرم بگیم. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشى. امیده شاید که سخن شما با او تاثیر بکنه و بالاخره او پند بگیره، او بترسه. پس بناهن حوار و گفتگو باید سخن نیکو پسندیده و سخن نرم و ملائم باید نسبت به همدیگر گفته بشه. از جمله آداب سخن گفتن اینه که شنیدن سخن طرف به وجه احسن. وقتی طرف سخن میگه سخنش را قطع نکنید، در وسط حرفش به اصطلاح نپرید. آداب سخن گفتن همینه که سخن گفتید، بعد که طرف سخن میگه بشنوید. از جمله آداب سخن، آداب گفتگو اینه که به مجردی که متوجه شدید که خطا هستید، سهوی هستید، این حرفی که تو میگی سندی نداره، مدرکی نداره، طرف حرفش با سند هست، با مدرک هست، قولش قول صحیحه، درسته، جا در جا بپذیر، جا در جا قبول بکن. این از جمله آداب گفتگو هست. نه اینکه جهل، نادانی، با او حرفی که درست نیست، حالا دانستی که حرف تو اشتباه هست، دیگه جهل نکن، دیگه پافشاری نداشته باش. از جمله آداب گفتگو اینه که حرف وقتی گفتگو میشه مشخص بشه، مشخص بشه. با همدیگر وقتی در یک محفل، در یک مجلس 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر سر یک موضوع بحث میشه، دیگه این باید حدی داشته باشه، اندازه داشته باشه. اولا موضوع مشخص بشه، بعد از مشخص موضوع ساعت مشخص بشه، متوجه وقت باشیم که وقت زیاد هدر نره. این از جمله آداب سخن گفتن است. بعضی انسان ها می نشینن ساعت ها حرف میزنن، ساعت ها گفتگو دارن، نه موضوع مشخص هست، نه وقت مشخص هست، و بعد از محفل و مجلس و اینها هم که بیرون شدن، نه نتیجه معلوم شد که این سخن گفتن، این حرف زدن، این گفتگو نتیجهش چی شد. پس اینها نمیشود گفت که جزء کسانی هستند که آداب گفتگو را رعایت کردن. از جمله آداب گفتگو اینه که در وقت گفتگو صدا زیاد بلند نشه. به همون اندازه‌ای که گوش میشنود به همان اندازه باید صدا بلند بشه. از جمله آداب گفتگو اینه که در وقت گفتگو، در وقت سخن گفتن توهین به هم دیگر نباشه، فحش نباشه، لعن نباشه، نفرین نباشه، گفتگو باشه. خصوصا 2 برادر مسلمان وقتی گفتگو دارن این با محبت باشه، با صمیمیت باشه. حتی مسلمان با غیر مسلمان وقتی گفتگو میکنه، پیرامون اسلام، دین، در این راستا قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینکم. ببینید ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. شما وقتی گفتگو میکنید با اهل کتاب گفتگوی احسنی داشته باشید. پس به اینه که آداب گفتگو باید که رعایت بشه. از جمله آداب گفتگو اینه که قبل از این که حرف به زبان میایه باید شخص تفکر داشته باشه و تأمل داشته باشه. تفکر، فکر بکنه این حرفی که من میزنم این درست هست یا نیست، که بعدها پشیمان نشه که من با فلانی چی گفتم، چرا چنین گفتم، کاش چنین نمی گفتم. پس از جمله آداب گفتگو اینه که انسان همون حرفی که میگن 100 بار بیندیش 1 بار بینداز، که متاسفانه امروز خیلی از انسانها 100 بار میاندازن، 1 بار هم متاسفانه نمیاندیشن. که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که سخن ما سخنی باشه که با غور، با فکر، با تأمل، با تعمق سخن گفته بشه. از جمله آداب سخن گفتن، آداب گفتگو اینه که وقتی شخص حرف میزنه با مدرک حرف بزنه، مسئله را بیان میکنه با مدرک بیان بکنه، چی مسائل شرعی و چی غیره، حتی اخبار، خبری را در یک محفل، یک مجلس میخواد کسی بیان بکنه که در فلان جا فلان واقعه رخ داد،
این اول فکر بکنه که آیا این سند داره، این خبر واقعیت داره یا نه، یا گوش به گوش یا دهن به دهن شده. خیلی از اخبار بین جامعه که نگاه میکنی واقعیت نداره. یک شخص در یک محفل گفته، شخص با شخص دیگری گفته، شخص با شخص دیگری، کل جامعه خبر پخش شده، خبرم هیچ واقعیت نداره. پس به اینه که ما باید متوجه باشیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة. چقدر مشکلات بین جامعه به بار آمده که خبری پخش شده که هیچ واقعیت نداشته. چقدر خانواده ها به هم ریخته، چقدر زن و شوهرها از هم جدا شدن و بالاخره فامیل ها، کانون گرم خانواده ها به سردی تبدیل شده با یک شایعه دروغ، شایعه‌ای که کذب بوده، دروغ بوده، هیچ اصلی نداشته، فقط با زبان به زبان پخش شده تا نتیجه و ثمره صد مشکلات داشته. پس از جمله آداب گفتگو اینه که انسان با تفکر و تأمل حرف بزنه، با سند و اسناد و مدرک حرف بزنه. از جمله آداب گفتگو اینه که وقتی که شخص گفتگو میکنه، صحبت داره، در حال عصبانی نباشه، راحت. نباید انسان عصبانی شد. انسانی که حق پذیر باشه، حقگو باشه و عصبانی نباید بشه. الا که مگر بعضی وقت اگر به خاطر خدا و به خاطر الله سبحانه و تعالی صدای بلند میشه یا بالاخره غضبناک میشه و یک بحث جداست. رسول صلی الله علیه و سلم هم بعضی وقت حرفایی که بر اینا میرسید که خوشایند نبود، چهره مبارک مثل دانه انار سرخ میشد، غضبناک میشدن. اما نه اینکه انسان حوار و گفتگویی که داره در گفتگو و حوار بیایه به مجادله و به مخاصمه و بالاخره و نهایت به محاربه، به جنگ و به اینها بپردازه. الله میفرماید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. انسان باید موعظی و حسنه باشه، گفتگوی و حسنه باشه. اگر گفتگویی داره به وجه احسن باشه. همچنین وقت گفتگو قضیه تعصب به میان نیایه. وقتی گفتگوی برادرانه باشه، گفتگویی به خاطر هدایت همدیگر باشه، نباید در این گفتگوی ما بحث تعصبیت و بحث قومیت و بحث بالاخره زبانی و نژادی و اینها مطرح بشه. اگر اینها مطرح شد آداب گفتگو رعایت نشده. از جمله آداب گفتگو، اگرچه آداب زیاد هست در بحث حوار و بحث گفتگو، اینه که هر گفتگوی ما، هر جلسه ما، هر محفل ما، هر سخن گفتن ما باید نتیجه گیری بشه. ساعتها نشستیم، 1 ساعت با هم دیگر حرف زدیم، 2 ساعت با هم دیگر حرف زدیم، 3 ساعت با هم دیگر نشستیم، نتیجه چی شد؟ چند فیصد ما از این نتیجه خوبی گرفتیم؟ این از جمله آداب گفتگو هست. سخن خود را با این آیه مبارکه ختم میکنم. الله سبحانه و تعالی میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ای کسانی که شما در محافل و مجالس ساعتها گفتگو میکنید بی نتیجه، ساعتها حرف میزنید بی نتیجه، ساعتها مزاح و شوخی دارید بی نتیجه، ساعتها خنده دارید، ساعتها حرف میزنید نمیدانید چی گفتید، چی شنیدید و نتیجه چی شد. فکر میکنید که اینها ثبت نمیشه؟ الله میفرماید و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. کامراهای مراقب بر سر شما هست. یک لفظ از زبان شما بیرون میشه، آنها در مراقبت هست، ثبت میشه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی. باید از کلمه خود، از حرف خود در روز قیامت جواب بدهید. به اینه که باید متوجه حوار و متوجه گفتگوی خود باشید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، سوره قاف آیه 18. به اینه که چی میگن؟ میگن که متوجه زبان خود باش که زبان سرخ سر سبز را میدهد برباد. این زبان هست که رسول الله فرمودن اگر این را تضمین کردید من جنت را برای تو ضمانت میکنم. این گفتگو هست، خیلی ها را خوشحال میکنه، خیلی ها را ناراحت میکنه.
خیلی دلهای شکسته را درست میکنه و خیلی دلها را میشکنه. با این زبان میشود به جنت رفت، با این زبان میشود نعوذ بالله وارد جهنم شد. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه آداب گفتگو، آداب حوار، آداب سخن گفتن را در تمام محافل و مجالس خود رعایت کنیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلى.